اگه تو هم داری توی واتساپ به مشتریات دونه به دونه پیام ارسال میکنی، باید همین الان دست نگه داری، چون داری ارزشمندترین دارایی یعنی وقتت رو هدر میدی. امروز میخوام یک قابلیت مخفی واتساپ به اسم برادکست رو بهت آموزش بدم. این قابلیت چیکار میکنه؟ یک پیام رو به صورت گروهی برای صدها مخاطب ارسال میکنه، به صورتی که مخاطب متوجه نمیشه که این پیام به صورت گروهی و انبوه ارسال شده براش. من مسلم هستم و اینجا توی کانالم بهت یاد میدم چطوری با ابزارهای ساده بتونی مشتریهات رو مدیریت بکنی. اگه دوست داری که وقت آزادتری داشته باشی و فروش بیشتر، این ویدیو رو حتما تا آخر مشاهده کن. تصور کن مجموعه شما بالای 500 تا مشتری داره. شما بخوای دونه به دونه به این مشتری ها اینجوری پیام بدی، قطعا یک کار فوق العاده زمانبر و حوصله سربریه. اما با برادکست میتونی این کار رو توی 3 دقیقه انجام بدی. چطوری؟ اینجا رو داشته باش. وارد واتساپتون میشین، این پایین سمت راست وارد قسمت سیتینگ واتساپ میشین. اینجا یه دونه گزینه داریم به عنوان برادکست مسیج. کلیک بکنید. خب من از قبل چند تا برادکست ایجاد کردم که یک سری فایل‌ها و متن‌ها برای مشتریام ارسال میکنم. شما اینجا هیچ فایلی نداری، خالیه، پس نیو برادکست رو میزنی. من به عنوان آموزش یه نیو برادکست میزنم و 3 تا مخاطب فرضیم رو انتخاب میکنم. کرییت رو میزنم، یه اسم بهش میدم، مثلا این آموزش. تایید میکنم. حالا میام داخل این برادکست آموزش یه پیام میذارم، بر فرض مثال سلام روزتون بخیر. این پیام رو ارسال میکنم. حالا برمیگردم میرم دایرکت دونه بدون این 3 تا رو چک میکنیم با هم دیگه، ببینیم آیا ارسال شده یا نه. ارسال شده، ارسال شده، ارسال شده. حالا توی قسمت نیو برادکست که کلیک میکنی، اون بالا یک عدد میبینی به عنوان 256 که این چیه؟ نشون میده که هر برادکست حداکثر تا 256 نفر رو ساپورت میکنه. خب این خیلی خوبه. من چیکار میکنم؟ 3 تا برادکست از قبل داشتم که حداکثر تا 250 نفر رو پر کردم. میام به اونا یه پیام میذارم. به هر کدوم من اینجا یه پیام میدم تا شما ببینی که روند این کار چجوریه. به اینجا یه پیام میدم، همون پیام رو کپی میکنم برای برادکست دوم و برای برادکست سومم. یعنی انگاری به 3 نفر من پیام دادم. در صورتی که اینو برمیگردیم و اینجا رو داشته باشیم، میام اینجا، اینا تمام مشتریایی هستن که من الان بهشون پیام دادم. هر کدوم بخوایم باز میکنم، این همون پیامی که من توی این ساعت ارسال کردم ارسال شده. میام پایینتر، اینو نگاه میکنیم، همون پیام همون ساعت ارسال شده. و این تا خود صبح من مشتری دارم که براشون کار ارسال شده. به همین راحتی شما میتونید توی بازه زمانی خیلی کوتاه‌تری برای تعداد بیشتری مشتری پیام ارسال بکنی به صورت خصوصی. و خوبیش اینه که مشتری حس نمیکنه که این پیام گروهی ارسال شده، حس میکنه که شما براش هر روز داری وقت میذاری و حس ارزشمند بودن به اون مشتری دست میده و قطعاً این پیگیری های بیشتر در نهایت منجر به فروش شما میشه. خب دیدیم که چقدر راحت ما تونستیم با برادکست واتساپ به تعداد بیشتری از مخاطبینمون ارسال پیامک داشته باشیم به صورتی که خودشون هم متوجه نشن. اگه که از این آموزش خوشت اومد، لایک و سابسکرایب فراموش نشه و توی کامنت هم بهم بگو که دوست داری دفعه بعدی آموزشم در رابطه با چه موضوعی باشه.